پیامبر دلاور، پیامبر نفری که تمام همین مردمی که در روی دنیا ای غیرت و ای ناموس و ای ننگ گپ میزنن، معلمش همون کسایی. معلم ناموس، معلم غیرت، معلم ننگ، همش همون کس. وقتی پرسیدنش کی را دوست می‌داری؟ گفت عایشه را. گفتن مقصد من ای مردکای؟ گفت پدری عایشه را. حاضر ما میتونیم خودمان در یک جا شینیم یک کس گویا که کی را دوست می‌داری؟ بگیم که زن ما دوست می‌دارم. نامش نگیریم، فقط بگیم که زن ما دوست می‌دارم. نمیتونیم. گویا که حاضر این اگر من گویم که زن ما دوست می‌دارم، این معنای او را دارد که من خیلی و خیلی بگیم جرأت غیرت نداشتم که این زنش دوست می‌داره. پیامبر بی جرأت بود، پیامبر بی غیرت بود. حال آنکه قرآن چی میگه؟ و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحی. چیزی که این میگه ما میگیمش. این پیش خودش زبان کشاده نمیتونه. ما میگیم این میگه. پس دوست داشتن زن خدا میگه دوست بدار. بین من در نکاح میگم ای برادران، ای جوانا، لاف میزنین سنت پیامبر است، فعل پیغمبر است. من یک سنت شم میگم برای شما. میگد عایشه مادرمون یک گوشتی استخوان داره، میگرفت و گوشتاش میخورد، یک قسمتشو در زمین میماند. پیامبر همون استخوان گوشت دارد میگرفت، دوام میداد. آیا پیامبر این نشانه گرسنگیش بود؟ کردار پیامبر همه تربیه. مقصدش خوردن این معنای ایرا دارد که وای به زن احترام داره. وای در زیر آیتی و عاشرهن بالمعروف، به زنها زندگی خوب کنی. خدا میگه با این آیت کار میکنه. پیامبرمون در بین گویم پیش بری عایشه سرشم میماندن، قرآن میخوندن. بینین در بغل پیامبر سر میمونه. کنی امروز جوانایی که دعوای سنت میکنن، کنی پدر و مادرایی که دعوای دین میکنین و 5 وقت نماز میخونین، آیا همین کردار از بچت بینی باید تو غضبناک شای؟ کاری را که پیامبر کرده است؟ یا اینکه بگوی بسیار الله را تشکر که بچه من پیروی از پیغمبرش داره، چقدر زندگی خوب داره بچه من.